خب سلام دوستان و همراهان گرامی. امروز خبرهای مهمی رو قراره بهتون بدم و واقعا خبرهاییه که واسه من یکم خوبه. اول از همه سرویس اطلاعاتی ایران قشنگ به سرویس اطلاعاتی رژیم بیزبان فهموند که میدون دست ماست. حالا شاید خیلیاتون شنیده باشید که جاسوسای ایران توی رژیم بیزبان اطلاعاتی هنگفتی رو خارج کردن. حالا عکس جاسوسای ایران توی این کشور رو الان واسهتون میذارم، خدا کنه که کپی رایت نخوره. روزنامه کیهان اینو گذاشت و روزنامه صبح نو هم، خبرگزاری صبح نو هم این رو وعده صادق 3 نامیده. خب حالا در کنار اینا شاید خیلیاتون میدونستین ایران رتبه 17 جهان تو قدرت نظامی بود و تازگی‌ها دیروز اعلام شد ایران جز 8 الی 14 کشور قدرتمند جهان، یعنی کامبک خوبی زد. ایران قبلا 14 بود رفت تو رتبه 17 تقریبا 2-3 سال، حالا باز برگشته بین 8 تا 14. یعنی امکان داره وقتی که اعلام میشه ایران کشور مثلا 9-10 قدرت جهان باشه. و اینکه اعتراضات تو آمریکا خیلی بالا گرفته. اعتراضات چی؟ بعد اینکه ترامپ 11 کشور رو به لیست سیاه برد و خیلی از مهاجرا رو میخواد مهاجرای کشورهای دیگر رو اخراج کنه، تظاهرات عجیبی شد ضد ترامپ که چرا مهاجرا رو میخوای اخراج کنی. نه فقط مهاجرا بلکه خود آمریکایی‌های شهروندای آمریکا هم به این تظاهرات پیوستن و مخالف این بودن که مهاجرا اخراج بشن و این اعتراضات خیلی بالا گرفته. و خب ممنونم از تماشای این ویدیو و حالا ویدیوهای بعدی اخبار بهتر و تحلیل‌های بهتری